شنیدین دریاچه ارومیه خوش شد؟ نه، جمله رو که درست به کار ببرید. درست بگین خوش شد چیه؟ دریاچه رو ما خوش کردیم. فعل مجهول به کار نبرید. بله اون فعل یه فاعلی داره، ما هستیم. این حاصل کار گروهی یک تیم دلسوز، تلاش‌های شبانه روزی و چندین ساله یک گروه دلسوز بود که بالاخره ما موفق شدیم دریاچه رو خشک بکنیم. وقتی میگه خوش شد انگار اصلا خودش خود به خود خوش شده. اراده ما پشتش بود، ما تلاش کردیم، پلن داشتیم، برنامه ریختیم براش، کار کردیم. حالا این وسط یه دم سنگ اندازی کردن، طبعا گروه‌های مانع کار ما شدن، چوب لای چرخمون گذاشتن، برنامه ما رو قدری عقب انداختن. کیا؟ مثلا چه می‌دونم یه کارایی کردن این وسط، ستاد احیای دریاچه ارومیه و از سازمان ملل بودجه گرفتن برای احیای دریاچه و اینا، باعث شد یه خورده برنامه ما عقب بیفته. لابد سلبریتی‌ها استاد اذیت. بله اونا هم متاسفانه با حمایتاشون برنامه رو آخرش هم سلبریتی‌ها، ولی خب به فضل خدا ما موفق شدیم بالاخره بعد از 13000 سال که این دریاچه چرا برای چی باید خشکش می‌کردین؟ یه موفقیت این نیست. 13000 سال به قول خودتون دریاچه بوده، بعد 13000 سال خشکش. حالا کاربردش چی بوده؟ مثلا 13000 سال بوده چه کاربردی داشته؟ حالا یه خورده آب بوده دیگه. دریاچه رو خشک کردن که زمین کشور اضافه. بله ببین تمام سلسله ها، افشاریه، زندیه، قاجار، پهلوی، اینا از زمین ها ایران کم کردن. ما تنها گروهی بودیم که تونستیم اضافه بکنیم. متوجه هستین؟ الان به زمین ایران اضافه شد به واسطه این اتفاق و ادعایی هم نداریم، در واقع از کسی هم انتظار قدردانی نداریم. به هر حال ما این کار رو کردیم برای اینکه به مردم خدمت کنیم، چون مردم نازنینی هستن. مردمی هستن که انصافا باید دستشون رو بوسید، انقدر که این مردم متین، مردم سر به زیر، مهربان. نظیر این مردم رو در هیچ جا شما پیدا نمی‌کنید. بخاطر من همیشه در جلسات به نیروهای خودم گفتم که واقعا هر چقدر برای مردم کار بکنید کم کار کردید.